همانطور که گفتم باید مشکلات جوانان حل بشه. انشاءالله ما برای جوانان وام 1 میلیاردی مسکن فراهم میکنیم تا انشاءالله مشکلاتشون حل بشه. ما همه گاگون توییم رئیسی، منتظر پول توییم رئیسی. ما همه گاگون توییم رئیسی. عظما جون سلام. بذارید حلقومتون رو به بوسه مهمان کنم و با لوکوموتیر ارادت خودم از روی آنگوزمانتون رد بشم. غلط کردی، نمیخواد خودتو لوس کنی. این چه مزخرفاتی بود امروز تفت دادی؟ وام 1 میلیاردی دیگه چه کوفتیه؟ از کیسه خلیفه میبخشی؟ وامای 1 میلیاردی همش مال سید حسن خرس‌الله و برای بچه های سوریه است. عظمان نگران نباشید، همش پروپکانی بود. اول باید توی بانک مسکن حساب باز کنن، بعد تا 15 سال ماهی 200 تومن واریز کنن. بعد 15 سال نه با 1 میلیارد میشه خونه خرید، نه دیگه اونایی که ثبت نام کردن جوونن. اگه اومدن بهشون میگیم سنتون بالا رفته، وام بهتون تعلق نمیگیره. آفرین آفرین طیب الله، حقا که رئیس جمهور جوون حزب اللهی خودمی. ابراهیم سلام، زلیل بمیری الهی تو ابراهیم. ضعیف تویی؟ الان چه وقت زنگ زدن آخه؟ آخی چه وعده ای بود دادی به مردم؟ فردا ملت میان یقتو میگیرن، اون کاری که نباید باید میکنن. نگران نباش، فکر اونجاش هم کردم. 15 سال دیگه یه دولت جدید میاد، همه تقصیرها میفته گردن اون. آها پس حله. اوکی. کی بود؟ مادر بچه ها بود. عظما جوابشو خوب دادم؟ ابی جون خیلی قشنگی. ما از فردامون خبر نداریم، بعد تو واسه 15 سال بعد نقشه میکشی. از این وعده ها به خودت نده. امروز فرداست که چپق هممون رو چاق کنن. خیلی خرید